یکی از چالش‌های اصلی توی برخوردهای اولیه اینه که چطور بفهمیم طرف مقابلمون چه جور آدمیه و از همون اولین نگاه یه شناخت کلی از شخصیتش پیدا کنیم. چطور میتونیم از روی رفتار و ظاهر کسی که تازه باهاش آشنا شدیم بفهمیم واقعاً چه جور شخصیتی داره؟ نیچه، فیلسوف بزرگ آلمانی، یه جمله داره که میگه چشمانت از تو چیزهایی میگن که لب‌هات هرگز جرأت بیان کردنش رو ندارن. آیا میدونستیم که از نگاه، لبخند یا حتی طرز ایستادن کسی میتونیم به شخصیتش پی ببریم؟ طبق گفته کارشناسا 55% از چیزی که ما منتقل میکنیم از زبان بدنمون میاد. 38% از لحن صدا و فقط 7% از اونچه که واقعا میگیم. این یعنی وقتی کسی رو برای اولین بار میبینین باید به این سه عامل توجه کنین به علاوه اینکه ظاهرش چی میگه. پس اگه میخواین شخصیت کسی رو سریع بفهمین به این نشونه ها از سر تا پاش توجه کنین. شماره 1. تماس چشمی. میگن چشم ها پنجره‌ای به روح هستن. تماس چشمی میتونه خیلی چیزها رو آشکار کنه. وقتی کسی به چشمات خیره میشه و نمیتونه ازت چشم برداره، شاید یه علاقه عمیق یا حتی شیفتگی پنهان رو بیان میکنه. اما اگه از نگاه کردن بهت فرار میکنه، شاید یا مضطربه یا داره چیزی رو ازت پنهان میکنه. شماره 2. ابروها. دفعه بعد که با کسی صحبت میکنین به ابروهاش دقت کنین. اگه ابروهاش بالا رفتن یعنی سه حالت ممکنه باشه: تعجب، نگرانی یا ترس. اگه توی گفتگوی عادی ابروهاش بالا باشه یعنی طرف احساس راحتی نداره. شماره 3. لبخند. لبخند میتونه فریب دهنده باشه ولی چشم‌ها معمولاً راستشو میگن. لبخندهای واقعی به چشما میرسن و چین و چروک‌های اطرافشون ایجاد میکنن. اگه کسی لبخند میزنه ولی چشماش درگیر نیستن، ممکنه چیزی رو پنهان میکنه یا صادق نیست. دفعه بعد که میخواین صداقت کسی رو بسنجین، به چین و چروک‌های دور چشمش هم دقت کنین. شماره 4. مدل صحبت کردنه. اینکه یه نفر درباره چی حرف میزنه میتونه خیلی چیزا رو درباره شخصیتش بگه. اگه کسی مدام دیگران رو تحسین میکنه و با محبت از عزیزان یا همکارانش صحبت میکنه، احتمالاً خودش هم آدم مهربونیه. ولی اگه همیشه در حال انتقاد یا بدگویی از دیگرانه، شاید شخصیتش منفیه یا خودش هم همین ویژگی ها رو داره. شماره 5. پارالنگو، یعنی لحن و طرز حرف زدن. پارالنگو به جنبه‌های غیر کلامی ارتباط مثل لحن، زیر و بم و نحوه حرف زدن اشاره داره. طرز بیان کسی معمولاً میتونه بیشتر از کلماتی که استفاده میکنه حرف داشته باشه. مثلا اگه کسی با لحن یک نواخت صحبت کنه، ممکنه نشونه بی‌علاقگیش باشه. به تغییرات زیر و بم صدا یا استفاده از کنایه‌ها دقت کنید. اینها میتونن سرنخ‌های بزرگی درباره نیت واقعی افراد باشن. شماره 6. سر تکون دادن زیاد. تکون دادن سر معمولاً یعنی طرف با شما موافقه، ولی اگه این کارو زیاد انجام بده ممکنه نشون دهنده اضطراب باشه که داره تلاش میکنه تایید شما رو بگیره. شماره 7. حرکت چونه و فک. مالیدن چونه یه علامت کلاسیکه که طرف داره عمیق فکر میکنه یا سعی داره تصمیم بگیره. اما اگه متوجه فک قفل شده کسی شدین، این معمولاً نشون دهنده استرس یا ناراحتیه بدون توجه به اینکه چی میگه. شماره 8. حالت بدنه. حالت بدن یه نفر میتونه چیزهای زیادی درباره اعتماد به نفسش بگه. کسی که با شونه‌های عقب و سر بالا راه میره احتمالاً احساس خوبی نسبت به خودش داره، در حالی که کسی که خمیده راه میره ممکنه ظاهری با اعتماد به نفس پایین داشته باشه. شماره 9. مالیدن دست‌ها به هم. وقتی کسی دستاش رو به هم میماله، معمولاً یعنی درباره یه چیزی احساس مثبتی داره. این یه حرکتیه که معمولاً وقتی کسی از یه اتفاق هیجان زده است دیده میشه. شماره 10. دست دادن. دست دادن یه نشونه کلاسیک از شخصیت یه نفره. یه دست دادن نرم ممکنه نشون دهنده مطیع بودن باشه، در حالی که یه دست دادن محکم ممکنه نشون دهنده سلطه‌جویی باشه. مدت زمان دست دادن هم مهمه. اگه زیادی طول بکشه میتونه ناخوشایند باشه، ولی اگه خیلی هم کوتاه باشه ممکنه یعنی نمیخواد ارتباط عمیقی برقرار کنه.
شماره 11 خم شدن به جلو یا عقبه. اگه کسی توی گفتگو به سمت شما خم بشه، این نشونه علاقه و احترامه. ولی اگه به عقب خم بشه، ممکنه نشون دهنده خستگی از گفتگو یا ناراحتی باشه. شماره 12 نگه داشتن نوزاد. این ممکنه یکم عجیب باشه، ولی اگه با یه مادر جدید ملاقات میکنین، دقت کنین که نوزادش رو توی کدوم بازو نگه میداره. تحقیقات نشون میدن که مادرای شاد معمولاً نوزادشون رو توی بازوی چپ نگه میدارن، ولی مادرایی که استرس دارن یا افسرده‌اند نوزادشون رو توی بازوی راستشون نگه میدارن. شماره 13 دست و پاهای ضربدری. ضربه‌دری کردن دست و پاها مثل یه سد فیزیکیه که نشون میده فرد با چیزی که شما میگین موافق نیست، حتی اگه داره لبخند میزنه و با شما صحبت میکنه. شماره 14 جهت پاها. جهت پاهای یه نفر هم میتونه احساسات واقعیش رو نشون بده. اگه پاهاش به سمت شماست، این نشونه خوبیه که علاقه‌منده، ولی اگه پاهاش به سمت درب باشه، شاید یعنی آماده رفتنه. شماره 15 کفش ها. باور کنین یا نه، کفشای یه نفر میتونن کلی چیز درباره شخصیتش بگن. مثلا افراد عصبی اغلب کفشای نو یا خیلی تمیز دارن، در حالی که افراد خوشمشرب کفشای راحت تری میپوشن. آدمهای آروم ممکنه کفشای ناراحت بپوشن و افراد تهاجمی ممکنه به چکمه هایی که تا مچ پا هستن علاقه نشون بدن. شماره 16 ظاهر کلی. ظاهر یه فرد میتونه کلی چیز دربارش بگه. کسی که موهاش مرتبه، لباساش اتو کشیده است و سبک خاصی داره، احتمالاً به جزئیات توجه زیادی داره. ولی کسی که ظاهر راحت تری داره، ممکنه خلاق باشه یا فقط بی‌نظم باشه. و البته نباید آدمای نامرتب و بدبو رو فراموش کنیم که ممکنه نشون بده خیلی سهل‌انگار هستن یا فقط تنبلن. شماره 17 تقلید زبان بدنه. در نهایت توجه کنید که آیا کسی زبان بدن شما رو تقلید میکنه یا نه. وقتی کسی حرکت‌های شما رو تقلید میکنه، یعنی احساس راحتی داره و به صحبتاتون گوش میده. این ناخودآگاه اتفاق میفته و نشون میده که گفتگو خوب پیش میره. بعضیا به صورت طبیعی در خوندن نشونه‌های دیگران ماهرن، ولی بقیه باید یکم تمرین کنن. در هر صورت تشخیص شخصیت افراد یه مهارته که میشه یاد گرفت و با تمرین بهترش کرد و این میتونه تعاملات شما رو خیلی بهتر کنه. یادتون باشه هر کسی متفاوته، پس همیشه تفسیر کلمات و اعمالشون 100% دقیق نیست، ولی با این نکات میتونین بهتر بشناسین که با چه کسی طرفین. شما چطور؟ وقتی برای اولین بار با کسی ملاقات میکنین، اولین چیزی که توجهتون رو جلب میکنه چیه؟ توی کامنت ها برامون بنویسین. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنین و با دوستاتون به اشتراک بذارین. و فراموش نکنین که کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو هم بزنین. ممنون از اینکه تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین.